اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. چطوری باید از شما تشکر کنیم؟ بگیم از اکرام نعمت وجود شما و این بعثت شما را ما قدردانی بکنیم و تقدیر بکنیم. اون خودش گفت من 7 دختر داشتم، این 7 دختران با چه قساوت قلبی اینا را زنده به گور میکردم، با شرمش افتاد این جور که بردم اینا را گفتم و فریبشون شده. ما فردی که بیدیش گفتن میگفت دختر 70 شید، گفت چرا با اینجور میکنیم؟ این ولی من با کمال خطابت این کار رو میکردم. این بعد برحال خیلی مسئله خورده این طول بود که این راحتن. این آزاد دیگری که بود آزاد زشت همه را پیغمبر ائمه طاهرین هم همه در زمان خودشون ظهور هدایت حضرت رسول بودن. واقعا انسان اینا را بگه مطالعه بکنن بعد از دیگران میرد هم هست، یعنی ادامه هم هدایت است و مثل اینکه حضرت رسول از دنیا نرفته و اینا اما حضرت صادق که باشد هدایت حضرت رسول در دنیا هست. یعنی هر چی میخواستن از حضرت رسول استفاده بکنن، مردم استفاده علم، استفاده معرفت، استفاده اخلاق کریمه، همه معالم انسانیت اینو در وجود مؤسسه امام جعفر صادق علیه السلام جمع دادن.